مهمونای این قسمت همکلام یک خانواده هستن. حدود 10 ساله که مهاجرت کردن کانادا و قبل از اون مشهد زندگی می‌کردن. یکی از این عزیزان تو زمینه مهاجرت فعالیت میکنه. یکیشون طراح ساختمونه و یکی دیگه‌شون هم دانش آموزه. و همگی دوست دارن توی 59 سالگی جهانگرد باشن. بیایید همراه ما با این خانواده دوست داشتنی همکلام بشیم و باهاشون بیشتر آشنا شیم. خب این قسمت همکلام یه ویژگی خیلی خاصی داره. اونم اینه که یکی از مهمانان ما رکورد گینس رو داره. البته نه تنها که رکورد گینس رو دارن، بلکه رکورد بیشترین تعداد مهمون رو هم شما عزیزان توی برنامه همکلام زدید. خیلی خوش آمدید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما سه عزیز. و خوشحال میشیم اگه یه کوچولی خودتون برای ما معرفی بکنید. خیلی ممنون. درود بر شما مهلا جان و وحید عزیز. خب من احسان ولایتی هستم، مدیر مسئول گروه مهاجران پارس و باعث افتخارمه که اینجا خدمت شما دوستان عزیز و مخاطبین شما هستم. البته فکر کنم کامل میشه سید احسان ولایتی حسینی. درسته؟ بله چون من فامیلم ولایتیه. خیلی برای خیلی از دوستان سوال پیش میاد که حالا اون ولایتی با این ولایتی آیا نسبت خاصی داره یا نه، که خب من اسم فامیلم سید احسان ولایتی حسینی و اهل مشهدم هستم. اهل کاشان نیستید؟ نه صرفا جهت اطلاع شما این و خوشحالیم که اینجا من کاترین ولایتی هستم، کاترین سادات ولایتی حسینی. من یک اینستاگرام دارم که حدود 170,000 تا فالوور دارم. از 3 سالگی اونو شروع کردم، از 1 سالگی هم کانادا هم و خیلی خوشحالم که الان کنار شما هستم. مرسی کاترین جان. من هم افسانه هستم، افسانه شادنژاد و خیلی ممنون از دعوتتون. مرسی. خوشحالیم که اینجاییم و امیدواریم که صحبت‌هایی که می‌کنیم مفید برای بینندگان شما باشه. حتما همینطوره. احتمالاً بعد از اینکه وحید شروع کرده برنامه رو خیلی براشون سواله که کتایون چرا رکورد گینس داره. برای همین خوشحال میشیم یکم بیشتر بهمون توضیح بدیم. خب انگار راستش من خیلی زیاد یادم نمیاد، ولی یک روزی که ایران بودیم مامانم ازم یک سوالی پرسید. اون سوال چی بود؟ ایده در واقع اینجوری شد که یه مؤسسه‌ای که قرار بود یک کتابی رو، مجموعه کتابی رو بابت اون دوران کرونا به چاپ برسونن و هر کسی اون تجربه 2 سال حالا تو خونه بودن یا اون اتفاقای متفاوتی که خب خیلی غیر منتظره بود برای همه، ولی در نهایت برای خیلی و اثرات خیلی مثبتی داشت و خواستن جمع آوری کنن. و چون کتا اینجا یه تجربه خیلی متفاوت داشت، ما خب تو خونه بودیم، ایشون چون تک فرزنده و خب اجازه رفت آمدن به هر حال با دوستا و فامیل نداشتیم، ما برای کتا اینجا خرگوش گرفتیم و این خرگوشا که اولش 3-4 تا رنگ متفاوت بود که ما انتخاب کردیم، بعدش اینا تبدیل شدن به حدود 30 تا خرگوش و ما مجبور شدیم یه سری اطلاعات کسب کنیم که خب موقعی که خرگوش میخواد بچه‌شو به دنیا بیاره باید تو چه فضایی باشه، زمان شیردهی چه شکلی باشه، ما چه شکلی اینا رو گرم کنیم. خیلی واقعا سرگرم بودیم و از طریق پیج کتو اینجا هم خب خیلی بازخورد می‌دیدیم و مجبور بودیم که اطلاعاتمون رو زیاد کنیم که نه خرگوشا رو از دست بدیم و دوران خیلی خوب بود. این تجربه در قالب 3 صفحه از یک کتاب، مجموعه کتاب به چاپ رسید و به خاطر اون تأثیری که حالا توی انتشار کتاب و توی فروش کتاب داشت رکورد گینس ثبت شد. کتاب مهربانی‌های عصر کرونا رو یک فصلش رو من نوشتم. خیلی خوشحالم که من اومدم در این کتاب و به شما شیر کردم. و تعداد اسم کتابم انگار کووید اکتیو کاینیس بود. اوکی خیلی خوب. من فکر کنم به خاطر تعداد خرگوشا تو مدتی کمی زیاد شد رکورد گینس. الان حال خرگوشا خوبه؟ الان چجوریه؟ الان دیگه پس دادیم. دیگه تمام خرگوشا رو بردیم همون فارمی که خریده بودیم. چون دیگه خیلی زیاد شده بود. بله اونا خودشون یه کار فول تایم میگه بهش ارزش نگهداری کرد. خرگوشا رو انتخاب کردم و نگاه کنیم و یکیشون پسر یکیشون دختره. من خرگوشا رو بردم بیرون که هوای تازه بگیرن. احتمالاً زیاد آفتاب دوست ندارن. خب ما فاینلی درست کردیم و نگاه کنیم چقدر خوب شد.
خنداتم گرفتین که شما هم میسین ببینید. خیلی هم جالب. خیلی هم خوب. ما دوست داشتیم یه کوچولو با شما هم و شما بیشتر آشنا بشیم و سوالای زیادی داریم که بپرسیم، ولی یکی از چیزایی که به ذهنمون رسید این بود که شما اول مهاجرت کردین بعد کار مهاجرتی شروع کردین یا اول کار مهاجرتی شروع کردین بعد اول شروع کردید بعد مهاجرت کردید؟ نه حقیقتا خب من و افسانه جان هر دو دانشجوی دانشگاه معماری بودیم، هم کلاس هم بودیم و اونجا افتخار آشنایی بود. از اینکه جزء دستتون میخورین به هم بعد برمیگردین همون نگاه میکنین. دقیقاً هم اتفاقا با یه دست شروع شد. البته تو ماسوله بودیم. فضا هم فضای عاشقانه‌ای بود. 17/2 بود که ما 10 سال بعد از اون اتفاق هر سال 17/2 رو ماسوله جشن. تازه الان هم بعضی موقع‌ها که میتونیم بریم ایران 17/2 رو اونجا جشن میگیریم با هم دیگه و یادمون امسال رفتیم. امسال رفتیم. آره کاترین افسانه جان منو سورپرایز کرد. من ایران من تا حالا نرفته بودم ماسوله. ماسوله کاترین اولین بار اومد. خب ما کارمون کار معماری، طراحی و ساخت و ساز بود توی ایران و توی مشهد بالاخص و خب ما تقریباً فکر میکنم حدود 13-14 سال این کار تو مشهد، یعنی از سال اول دانشگاه ما مشغول به این کار بودیم تا قسمت شد و اومدیم کانادا. البته دلیل کانادا اومدنمون هم واقعا سفر بود، چون من یکی از علاقه شخصیم البته ما مسافرت و عاشق سفر هستیم. 1 سال بعد از اینکه ما وارد خاک کانادا شدیم، خب به واسطه دوستان، هم دانشگاهی ها و حالا بیزینس های مختلف یا فامیلی که داشتیم خیلی ها به ما رجوع میکردن که آقا ما چه جوری میتونیم بیایم کانادا، که من خیلی از این دوستان رو ریفر میدادم به یه خانومی که از وکلا بودن اینجا و که ایشون کاراشو انجام بدن. بعد این خانم میگفت انقدری که تو داری برای من مثلا کلاینت میفرستی، هیچ کدوم از ایجنت های من این کار نمیکنن، چرا وارد کار مهاجرت نمیشی یا بیا از من ریفرال فی بگیر، که من اصلا علاقه به این کار نداشتم. به این واسطه اصلا ما اومدیم شرکت مهاجران پارس رو توی ایران ثبت کردیم، کاریابی گرفتیم، اعزام دانشجو گرفتیم و اینجا که تقریبا 1 سال و نیم بعد از اینکه مهاجرت کردیم سال 2016 استارت این کار رو زدیم و خب خیلی سریع هم رشد کردیم الحمدلله و دوستان و همراهان همیشه به ما لطف داشتن. و تو زمینه آموزش زبان هم فکر می‌کنم آکادمی رو هم فکر می‌کنم بله ما یه آکادمی آموزش زبان هم داریم که زیر مجموعه کالج دانشگاه فردوسی بودیم به زمانی و خب از اساتید اونجا رو ما جذب کردیم و هم به کلاینت‌های خودمون با قیمت‌های خیلی مناسب حقیقتاً داریم این کار رو انجام میدیم با اساتید خیلی برجسته، هم به دوستان دیگه که احتمالاً نیاز داشته باشن این راهنمایی رو به صورت آنلاین این کار رو هم داریم انجام میدیم. الان دیگه شما یا احسان جان تو زمینه معماری یا طراحی داخلی آیا فرصتی هست که اگر فرصت یعنی هر فرصتی که پیش بیاد، چرا قطعاً، به خاطر اینکه خب به هر حال هم جزو علایق شخصیمون هستش و دوست داریم کلا این کارو. حالا احسان جان یه مقداری کمتر، ولی من سعی می‌کنم اون شاخه رو گاهی اوقات یکم سرشاخه میشه، گاهی اوقات یکم چیزتر میشه، حفظش کردیم و داریم ادامه میدیم. خب یکی از ویژگی‌ها، حالا گفتین داشتین یکم تعریف می‌کردن از کارتون، یکی از ویژگی‌هایی که داره من داشتم بررسی می‌کردم که چقدر ریپیوتیشن خوبی از شما هست، یعنی چقدر همه راجع بهتون خوب صحبت می‌کنن و یه تفاوتی که به نظرم ایجاد شده بین شما و خیلی از دوستان دیگه‌ای که زحمت می‌کشن توی بالا هیت‌های مختلف مهاجرت فعالیت می‌کنن اینه که شما یه چیزی رو به کارتون اضافه کردین و اونم اعضای خانواده است. حالا ما خیلی کتایون رو می‌بینیم توی پیج حتی کاری شما که با هم ویدیو تولید می‌کنیم، حتی تو ایونت‌ها، حتی مهمونی‌هایی که چی شد اصلا چرا راحتین ما این قضیه؟ چون می‌دونم خیلی از وکلا اصلا راحت نیستن، خیلی حاضر نیستن جلوی دوربین بیان، خیلی حاضر نیستن زندگی شخصیشون رو اینوالو کنن. چی شد که اصلا این به این مسیر وارد شدین؟ اگه رنگ بودی میشدی آبی نیلوفری، اگه حس بودی میشدی ذوق بردن لاتاری، تو اگر فصل بودی میشدی وسطای پاییز وقتی که برگای طلایی و نارنجی همه جا رو پر کردن. چیزی که در واقع این دوتا مسیر رو با همدیگه که ما جدا جدا پیش بردیم ولی خب ادغام خوبی شد این بود که خب کاترین جان، احسان جان نوه اول فامیل بودن. ما وقتی مهاجرت کردیم خیلی برای فامیل سخت بود. کاترین جان هم انگار نوه و نویره اول فامیل بودن.
اون اوایل ما هی مجبور بودیم هی عکس بفرستیم برای این خانواده، این گروه آه، تلگرام، دیگه گروه یه دفعه تلگرام. اینقدر آره گفتیم دیگه دیگه. وقتی این عمومیش کرد. اینستاگرام شد، خب اولش هم خیلی یه پیج شخصی بود و فقط اعضای خانواده بودن. دو تا پوینت خیلی مثبت این قضیه برای ما داشت. یکی این که کتا اینجا اون احساس تنهایی رو دیگه نداشت. ما خیلی خوب میتونستیم ارتباط برقرار کنیم با دنیای اطرافمون و همین که کتا اینجا خیلی فارسی رو خیلی کمک کرد بهش به فارسی صحبت کردش. مشکلی که ما از اول همیشه همه که مهاجرت میکنن نگران صحبت کردن انگلیسی بچه‌هاشونن، ولی من همیشه بهشون میگم که شما انگلیسی اصلا هیچ نگرانی نداره. فارسی صحبت کردن آره بچه‌ها بعداً دغدغه میشه که ما خدا رو شکر به واسطه این پیج این بازخورد مثبت رو گرفتیم. از طرف دیگه هم خب خیلی از کلاینت هامون نیاز داشتن که مثلا ببینن که خب حالا اونجا چه شکلیه، مثلا توی کانادا چه اتفاقاتی میفته، حتی مثلا هوا چه شکلیه، یه روزمرگی رو داشته باشه. و از اونجا که ما می‌خواستیم پیج احسان جان رو خیلی پروفشنال و حالا خیلی مختصر طورتر بهش بپردازیم، آره گفتیم که بیاد کمک کنه کتا اینجا به واسطه اینکه اون دنیای زندگی نرمال روتین همیشه چیزو نشون بده. و خب پیج احسان جان هم اخبار و برنامه‌های مربوط به مهاجرت. خیلی هم عالی. برای اون دوستانی که شاید کمتر کتا جان رو بشناسن، شاید تا الان هم اون کنجکاوی باعث شده باشه برن مثلا سرچ بکنن اینا. یکی از ویژگی‌ها فکر می‌کنم حالا می‌خوام خود کتا جان اگه دوست داشته باشه بیشتر دربارش صحبت بکنه، اون شروع ویدیو هست این که سلام همگی میگه. فکر می‌کنم اون خیلی من اینو دوست داشتم. خیلی نمیدونم کلا یکم دوست داری کتا جان درباره این صحبت بکنی. کلا این سوشال میدیا اونجوری که مادر جون گفتن مثلا شاید کمک کرده روی زبان فارسی بیشتر سر ارتباطات. فکر میکنی که اگه جایی هم مثلا اینجا الان فرصتشه، اگه مثلا چالنجی بوده یا چیزی فکر میکنی که بودن تو سوشال میدیا رو یکم دوست داری برام بیشتر تعریف کنی؟ سلام همگی. نزدیک به عید تقریبا یک ماه دیگه مونده تا عید. سلام همگی، من کاترین ولایتی هستم. این روزای قرنطینه بیاین بیرون. سلام همگی، من و خرگوشای عزیزم. سلام همگی، امروز میخوایم با هم دیگه ترشه مشهدی درست کنیم که من تو مشهد دنیا اومدم. اون چیزایی که لازم داریم جمع. آره چالش که خیلی بوده. مثلا موقعی که مثلا مامانم به میگه یک چیزی بگم یادم میره، انگار یک بار شده مثلا 50 بار حتی باید ریتیل میکردیم که انگار مامانم بهم تکرار کنه چی باید بگم یادم بمونه. بعد مثلا اون چیزایی که مثلا نمیدونم معنیش چیه اون انگلیسی میگم. بعد بعضی وقتا انگار خودم یه چیزی میگم انگار معنی نمیده، خب برای اون دیگه مامانم یه چیزی که بعد بهم بده. دیگه مثلا نمیدونم کلمه‌ای هستش که مثلا تو زبان فارسی بامزه باشه یا یه چیزی که برات یه اکسپریانسی بوده که یادش بگیری، یا چیزی هستش که یادت مونده باشه؟ حالا بوده ولی یادم هیچ نمیاد. بچه‌ها خوب که مادرجون کمک میکنن، یعنی اینکه بعضی جاها صداشون تو ویدیو هست. آره اونجا که نیویورک رو فکر کنم داشتی که معرفی می‌کردی و این چیزایی، ولی خیلی خوب. خیلی هم سلام همگی، من لایو اومدیم با دوچرخه جلوی کردیم و گفتم هر کس اومد تو لایو حرفاشونو گوش کنه و ما تو تایم اسکوئر هستیم. اینجا میگه جای معروف تایم اسکوئر. من فکر کنم بودن تو سوشال میدیا 2 تا رو داره که شاید مثلا خیلی‌ها که دارن صفحه رو نگاه میکنن فقط روی مثبتش رو میبینن. یعنی الان همونجوری که خودت میگفتی بحث این که شاید یه محتوایی داری تولید میکنی 50 بار داری تیک میگیری تا یه دونش خوب در بیاد. و به نظرم حالا من الان متوجه شدم دیدگاه چیه. من دوست دارم مثلا کلا خوشم میاد یک نفر که به نقطه‌ای میرسه بپرسم اون نقطه اول چرا این کار رو اندازی کرده و اینکه هدفتون این بوده به آدمایی که میخوان از ایران بیان کانادا
یا مهاجرت بکنن یه وجه واقعی از زندگی کردن در اینجا باشون به اشتراک بذارین. از روز اول مدرسه فیلم بگیرین، پروسش چیه، چی کار میکنن و این واقعیت رو شیر بکنین. شاید یکی خوشحال باشه، شاید یکی دوست نداشته باشه و تصمیم درستری بگیره. این خیلی خوبه. و یه سختی که به نظر متحمل میشین که شاید الانم با ما شیر نکرده باشین، کلا هر کسی که چهرهش رو روی سوشال میدیا به اشتراک میذاره با آدما، داره یه حریم شخصی و فور ایور برای خودش از بین میبره و جاج شدن و نمیدونم چجوری بگم، قضاوت شدن. منم فارسی خیلی کم شد با تو صحبت کردم. قضاوت خودش رو در معرض قضاوت قرار میده. چقدر این برای شما چالش بوده یا سخت بوده از وقتی که شروع کردین کار پابلیک انجام دادن؟ چالشش که خب ببینید بعضی وقتا بعضی از صحنه‌ها فقط یه بار اتفاق میفته و خب شما باید آمادگی اونو داشته باشی که همون یه بار رو رکورد کنی. بعد باز خیلی وقتا ما چون مسافرت مثلا میریم جاهای دیدنی رو مثلا می‌خوایم نشون بدیم اینا، خیلی نیازه که از قبل یه سری اطلاعات راجع به اون فضای دیدنی یا مثلا اگر یه ایونتی باشه یه سری اینها خیلی درگیر کننده است و من خودم چون بیشتر فیلم‌ها رو خودم میگیرم معمولاً تمام اتفاقات رو از زاویه دوربین میبینم و خب خیلی چیزا رو من میس میکنم. مثلا چیزای یک باره رو من خیلی میس میکنم، ولی خیلی از اون طرف چون خیلی بازخورد میبینم، خیلی از دایرکت ها هستن که مثلا میگم وای مثلا ما خب هیچ وقت شاید نتونیم مثلا دیزنی ورلد بریم ولی داریم از زاویه دوربین نگاه میکنیم. به هر حال آدم هر وقت یه چیزی رو از دست میده یه چیزی رو به دست میاره. اون انگار ثبت میکنیم و موندگارش میکنیم، حتی شیر میکنیم اگر لذتی داره. ولی واقعا کار سختیه، خیلی زیاد. یعنی اینقدری که افسانه جان و کتایین، حالا من که فقط همراهی میکنم با این دو عزیز، ولی اینقدری که زحمت میکشن برای تولید این کار و تولید محتوا. درسته که بازخوردا همه مثبته و خیلی اون انرژی میگیره آدم ازش و چون تو میخوای یه چیزی رو ارائه بدی حتما باید اطلاعات کامل داشته باشی در موردش. خب خودمون اطلاعات رو کسب میکنیم، جمعیت، فضا، متراژ، آب و هوا، همه اطلاعات هر نقطه‌ای که ما داریم میریم و اول سرچ میکنن هر دو عزیز یا حالا گهگاه داریم منم خب این اطلاعات رو میگیرم، این به دانش خودمونم اضافه میکنه که داریم پخشم میکنیم. یعنی یه کار دو طرف است ولی کار سختیه، بسیار سخته. ما چون یکم تو این فیلد فعالیت میکنیم، خیلی کم. بعد از معدن تولید بعضی وقتا هم هست که انگار یک تک خیلی خوب میشه ولی ما نمیشه با یه عکس میگیره. آره مثلا عکس میگیره. ما یک اپیزود ضبط کردیم بعد دیدیم صداش مشکل داشته، مثلا پادکست دوبارمون رو انقدر تا دلت بخواد شما فقط نیستی. سیم بوت، اصلا این چیزی نیستش که مثلا تو دوران کرونا یه اتفاقی که برامون افتاد، حالا بر اساس یه اتفاق که همه جا بسته بود و هیچ جایی نباید میرفت، خب ما تمام کانادا رو درایو کردیم. نمیدونم دیدید یا نه، از تورنتو تا ونکوور 5000 کیلومتر درایو کردیم، از ونکوور تا تورنتو از یه مسیر دیگه برگشتیم، حدود 10,000 خورده کیلومتر این مسیر رو شرق به غرب، یعنی از مرکز به غرب رفتیم و 15 روز بعدش دوباره از تورنتو تا هالیفکس رفتیم و برگشتیم. یعنی یه چیزی حدود 16-17 هزار کیلومتر رو ما درایو کردیم که خب خیلی، البته من هم به خاطر کار خودم این کار کردم که شهرهای کانادا رو ببینم چیان، درک کنیم که اگر یک کلاینتی پرسید آقا من میخوام برم ساسکاتون یا برم البرتا یا برم کلگری کجاست، چه فضایی، اطلاعات کامل تری داشته باشیم که به واسطه اون خیلی از برنامه‌های مهاجرتی رو هم تونستیم بیشتر تحقیق کنیم و خب کانادا رو دیدیم دیگه. یه فرصتی بود که این کارو معدود خیلی معدود افرادی هستن. ابتدای این قسمت گفتیم که شما دوست دارید که جهانگرد باشید. اینم به واسطه در واقع 59 سالگی حالا هر چند سالگی که خیلی عالیه. شما خیلی اهل مسافرت هم هستین. اگه من چیزی میخوام من می‌خواستم فقط قبل از که ما بپردازیم ناخودآگاه داشتم با تجربه خودمون از کووید و بیرون رفتن مقایسه می‌کردم که ما تازه مثلا تلاش کردیم بریم دم دریاچه ویلکاکس یکم آب ببینیم که اونجا یه سگ دنبالمون می‌کرد تو کانادا. من ویدیوشو دارم احتمالاً بذارم. وحید پرید تو ماشین نشست و من مونده بودم. آفرین به سرعت عمل رو نشون شما هم پس رکورد گینس رو دارید. آره. چه حسی داری بعد از چند من
من خیلی خوشحال بودم اول ویدیو میگم که خب ما بعد از 10 روز اومدیم بیرون که دم یه لیکی هوایی بخوریم همونجا سگه داره میدوه میاد سمتم. ولی چقدر جذابی که بهترین مسافرت انواع مسافرت از دیدگاه من میدونم آدم سلیقه‌های مختلفی داره. البته ما جهانگردی از خونه شروع کردیم اون موقع، بعد یواش یواش رفتیم که دیگه به همونجا خرج شد برگشتیم. ولی از این برنامه کمی تعریف بکنید اگر هر کدوم از شما عزیز بهترین مقاصدی که بوده، اگه خاطره‌ای بوده تو سفر، حالا جدا از بحث در واقع سفر زمینی که داخل کانادا داشتید، چرا انقدر اصلا سفر کردن دوست دارید؟ چرا دوست دارید جهانگرد بشید؟ چه چیزی تو سفر هست؟ دلیل مهاجرت ما این بود که ما بتونیم یه پاسپورتی داشته باشیم که هر آن که آره. دوست داریم و یه خصوصیتی که حالا احسان جان توش بیشتر بارزه اینه که خیلی اتفاقای سریع و ناگهانی و از قبل پیش بینی نشده رو دوست دارن. تو ایران هم که بودیم خب حالا کشوری که میشه مثل مالزی که ویزا نمیخواست اینا رو خیلی یه شبه ما تصمیم گرفتیم و فردا صبحش تو هواپیما بودیم. آره و دیگه مهاجرت کردیم که بتونیم پاسپورت داشته باشیم و خب خیلی کشورها رو بدون ویزا بتونیم بریم و خب خیلی تجربه خوبی هم داشتیم. سفر مصرمون این جایی که رفتی کجا رو بیشتر دوست داری از مصر؟ مصر هم که الان مامانم گفت خیلی شلوغ بود. اوکی. خیلی شلوغ بود. خیابوناش انگار مردم مثلا اینجا بودن اتوبوس دقیقاً کنارشون رد میشد، اصلا هیچ ترسی، راه با خیال راحت میرفتن. خیلی هم بلند بود، همه با بلندگو انگار استاد بیرون مثلا مغازه گذاشته بودن با بلندگو انگار چیز میکردن، خیلی بلند و پر بود. بعد انگار دلیلی که من سفر کردن رو دوست دارم که مثلا محیط‌های مختلف و مردم و اینا رو میتونم بشناسم، مثلا لنگویج و اینا رو میتونم بفهمم چی هن. مثلا مصر اونطوری بود، کوبا رفتیم انگار خیلی قشنگ بود بیچاش، مکه خیلی خوب بود، موصول خودم خیلی می‌خواستم برم ولی تونستم برم. خیلی خوب. آمریکا. و دورنمایی که از این جهانگردی میبینید چیه؟ یعنی توی 59 سالگی خودتون رو کجای این جهانگرد بودن میبینید؟ ونیس، ایتالی. ببینید این علاقه شخصی ما از اول بوده و واقعا من یکی از آرزوهام اینه که بتونم تمام کشور دنیا رو ببینم. واقعا آرزوم اینه که با همین چیزی که کاتاین جانم گفت، فرهنگای مردم، یعنی ما سفری که توی مصر رفتیم و توی کایرو، آره که پایتخت قاهره، پایتخت خود مصر، خب 30 میلیون نفر جمعیت داره. ما چین هنوز سفر نکردیم ولی شنیدیم چین همینجوری. این تجربه که قطر هم نشد که سفر کنیم، قطر می‌خواستیم بریم ولی که به قطر هم سفر بکنید. آره چرا قطر؟ امور خارجه کشورمان پس از دیدار با مقامات عمانی به دوحه پایتخت قطر کرد. به پایتخت قطر سفر کرد. آره خیلی هم عالی. آره مثلا تو مصر خب برای کاتاین جان یا برای خیلی از آدمای دنیا کاملا متفاوت. همونجوری که کاتاین میگفت فاصله بین اتوبوس که تو خیابون داره رد میشه با آدمایی که دارن میرن کمتر از 5 سانتی متره. یعنی دقیقاً اصلا یکم بچرخی انگار دستت خورده به اتوبوس و اینا دارن رد میشن، توی هم دارن میرونن. یعنی این اتفاق زیاده که خب نیست. این تجربه، این دیدن این فضا. حالا من یه فیلمی دارم بعد براتون میفرستم، شما اصلا چکش بکنین ضرر نداره. برای خودتونم اگر نرفتین فکر می‌کنم خیلی ایدئال باشه دیدن این صحنه‌ها. این تجربه خب خیلی خوبیه که اگر کسی بتونه کسب کنه لذت بخشه و واقعا ما دوستش داریم. حالا افسانه جان اصلا مسافرت هیجانی یه دفعه رو دوست نداره ولی بنده خدا الان یه 20 سالیه که داره همراهی میکنه تا کی این لطفو بکنه دیگه نمیدونم. من ندیدم، البته تو وجودم نیست، خیلی دوست دارم از قبل برنامه‌ریزی شده باشه و اینا، ولی ما سفرامون یه جوریه که مثلا از این شهر میخوایم بریم اون شهر، تو راه که هستیم هتل میگیریم،
تو راه انگار هست. لذت بله. بیشتری داره. شاید نمیدونم برای عزیزان دیگه. می‌خواستم این سوالا رو بپرسم، اگر بینندگان هم دوست دارن بیان از تجربه‌های سفرشون برامون بگن و آیا از قبل برنامه‌ریزی میکنن سفر میکنن یا اینکه همینجوری یهویی برداریم بریم. فکر می‌کنم خیلی اونم خودش لذت بخشه، اینی که ندونیم چه چیزی حالا در انتظارمونه و کجا اقامت داشته باشیم. اگر راحت باشی که هر اتفاقی برات بیفته، خب اوکی، حالا اگه قراره بری توی اتاق کوچیکم بخوابی، اوکی، اگه قراره بری تو قصرم بخوابی، خیلی تفاوت آنچنانی با هم نداشته باشه برات. فقط اینکه کنار همدیگه بهت خوش بگذره، حالا تو هر فضایی، تو هر مکانی، با هر کیفیتی، این دلتو شاد میکنه دیگه. حالا لزومی نداره حتما هتل 5 ستاره یا 7 ستاره باشه یا با فلان پرواز، نمیدونم صندلی خاص، هر جایی که بشه، از لانگ که دست تو دست خانوادت باشه و خوش باشه. من دقیقا میگم هر جا باشیم اوکی، حتی اینکه انگار با هم باشیم. من فکر میکنم که بالا گفتین که خیلی مدل شما نیست ولی به خاطر به واسطه بودن با احسان دارین اینا تجربه میکنین. من تجربه شخصی اینه، آدم چه حالا تو رابطه عاطفیش چه دوستا و اطرافیانش، هر جایی که با آدمایی که از تو متفاوتن شروع میکنی ارتباط گرفتن، انگار بیشتر رشد میکنی، چون از اون منطقه امنت میای بیرون و خودتو در معرض این قرار میدی کاری انجام بدی که اگر خودت تنها بودی انجام نمیدادی. من برای 10 سال تقریبا با هم دیگه ایم، خیلی ما با هم فرق داریم، یعنی از خیلی از نظرات ما علایق خیلی از نظرات مشترک کمی داریم، ظاهری و باطنی البته، ولی این خیلی جالبه، خیلی چیزا رو به واسطه همدیگه تجربهش کردیم و بعد دیدیم مثلا چقدر مثلا ورق برگشته تو زندگی هر دو تامون و چیزایی رو تجربه کردیم که شاید اگه بی هم بودیم اونا رو به هیچ کدوممون به سمتش نمی‌رفتیم. باز پاییز شد و باد چرخید و هوس چو گیاهی مرموز رویید، او رویید و درخت از این همه درد چو نگاهم خشکید. خیلی عالی. ما تا اینجای برنامه که فکر می‌کنم ما و همراهانمون که لذت بردیم از همصحبتی و همکلامی با شما عزیزان، درباره خیلی بیشتر درباره شما عزیزان، سلیقه‌تون و اینکه چرا اهل سفر هستید و اینها صحبت کردیم. به قطر هم امیدوارم که سفر کنید. و اینکه من می‌خواستم بگم مثلا عزیز درباره هیته کاریتون صحبت بکنیم، حال و هوای مهاجرت و بالا بحث این روزهای کانادا اصلا چجوریه، اگر که برام یکم بیشتر لطف کنید. خدمتتون عرض کنم که حالا نمیتونم بگم متاسفانه یا خوشبختانه، خب حال و هوای مهاجرت به کانادا از ایران خصوصا خیلی پرطرفدار و خوشبختانه ما چون اصل اولیه بیزینسمون رو صداقت گذاشتیم، خدا رو شکر، خب دوستانی که از ایران می‌خواستن مهاجرت کنن به کانادا خیلی به ما رجوع کردن و ما به خیلی از خانواده هم تا حالا تونستیم کمک کنیم و اینجا تو جمع خودمون هم می‌بینیم، چون شاید اوور 1000 تا خانواده رو ما تونستیم تو این 8 سال کمک کنیم و اینجا هستن و خیلی هم توی پروسسن که امیدواریم به زودی اون خبر طلاییه که اولین گروه مهاجرتی بودیم که خبر قبولی ویزای کلاینتامون رو با تلفن بهشون دادیم و یه اتفاق خیلی عجیب غریب افتاد، اسمشو گذاشتیم خبر طلایی و دیگه خب دیگه همکارامون خیلی حس ویژه‌ایه اینه که خب یه پروسه پر از اضطراب و استرس و حالا هزینه و نمیدونم بعد بالا پایین‌های مختلف، نمیتونم قسم بخورم هر خبر، ولی شاید هر دوتا یه خبر، ایشون که داره از من فیلم میگیره خودش های گریه میکنه به خاطر اون خبر خوشی که داریم به کلاینتام میدیم و واقعا یه حس عاشقانه است، چون من با کلاینتام واقعا دوستم، یعنی هیچ کدومو فقط به اسمش کوچیک میشناسمشون و خب خیلی زیاده از ایران، حالا بنا به هر شرایطی که دوستان تو ایران دوست ندارن زندگی کنن و فکر میکنن اینجا زندگی ایدئال تری هست براشون، دوست دارن مهاجرت کنن، مسیرهای مختلفی هم هست که خب ما بهشون کمک میکنیم و تشریف میارن. من چون رفت و آمدم به ایران زیاد بوده، خب کاملا هم میتونم این قضیه رو مقایسه کنم بین ایران، من شاید تو این 10 سالی که داریم تو کانادا زندگی میکنیم، خب فکر میکنم اوور 30 بار من ایوار رفتم و برگشتم، یعنی میانگین شاید سالی 3 بار من ایران بودم. خب دفاترمون تو ایران، مشهد و تهران، قبلا که اصفهان و شیراز و اهوازم دفتر داشتیم ولی الان نداریم، اینجا هم که توی تورنتو دفتر داریم، مشغول به این کار هستیم و دوست داریم به دوستان کمک کنیم که راحت‌تر بتونن این مسیر سخت رو طی کنن. این کل ماجراست.
یه موضوعی که حالا میخواستم با شما در میون بذارم به واسطه این قانون جدیدی که گذاشتن که تا 28 فوریه 2024 2024 هست. خب خیلی از ایرانیای عزیز وارد خاک کانادا شدن، خیلی فکر میکنم اوور 10,000 نفر وارد خاک کانادا شدن و ویزای توریستی رو تبدیل کردن به ویزای کاری. یه مقداری خب بعد از پسا کرونا خب شرایط اقتصادی دنیا همه جای دنیا خب یه سری معضلاتی داره و خب بالاخره تو رکود اقتصادی همه کشورها هستن. خب به طبع قبلا اینجوری نبود ولی الان متاسفانه یه مقداری بازار کار الان بدتر شده برای کسایی که تازه مهاجرت میکنن و یه صبر میخواد. نمیخوام اصلا مقایسه کنم بین ایران و کانادا رو، ولی میدونم، یعنی اینو با اطمینان لمس کردم که برای بچه هامون فعلا الان کانادا فکر میکنم ایدئالتر باشه نسبت به جاهای دیگه و اون کسایی که صبوری میکنن بالاخره مهاجرت حتی از یه شهر به یه شهر دیگه توی کشور خودت با زبان خودت با فرهنگ خودت باز هم سختی‌های خاص خودشو داره. بزرگه و شما حالا این فکر رو بکن که از یه کشور به یه کشور دیگه با یه فرهنگ دیگه با یه قوانین دیگه شما بخوای مهاجرت کنی و خب سختی‌های خاص خودشو داره. دو روز اول یا یه ماه یا 6 ماه اول اون ایدئالی که دلت میخواد بهش دست نمیاری به هیچ عنوان. یعنی یه صبر 1 سال 2 ساله‌ای میخواد، ولی قطعاً این صبر 1 سال 2 ساله یه جایزه خیلی خوبی برات خواهد داشت که زندگی احتمالاً ایدئالتری رو خواهی داشت. پس دوستانی که حالا میخوان مهاجرت بکنن اینو بدونن که از روز اولی که وارد خاک کانادا میشن اون فرش قرمز براشون پهن شده نیست و واقعاً تو هر جایگاهی که بودن توی ایران، حالا پزشک، استاد دانشگاه، مهندس، بیزینس اونر یا هر جایگاهی که بودن، اینجا اون اتفاق مثل اون سیم لول براشون به وجود نخواهد اومد. اینو فقط از مخاطبین شما یا حالا دوستان خودمون از این که با ما هم به اشتراک گذاشتید. فکر می‌کنم همونطوری که شما فهمید خب ما با عزیزان مختلفی در واقع از حیطه‌های کاری و حتی میزان سالهایی که مهاجرت کردن اینا باشون صحبت کردیم و اون نکته خیلی مهمیه. فکر می‌کنم اون اوج جایی که در واقع یک مهاجر دوست داره که در به رحمت بکنم به روی شما انقدر با صداقت صحبت کردین درای رحمت بهتون با هم مشکل داره. تقریبا اکثر من مرسی رحمت جان، من داشتم صحبت می‌کردم. فکر می‌کنم در واقع یه موضوع خیلی مهم اینه که اون سختیه که به یه اوجی اینو داشتم میگفتم که میرسه رو واقعا به حالا بحث به امید یک آینده بهتری که اون همه سختی‌هایی که کشیدن رو تحمل پذیرتر بکنه و برای یک آینده بهتر. حالا یک سری از عزیزان برای بچه‌هاشون یا برای رشد و پیشرفت خودشون خواستن که اون رو انجام بدن. مرسی از اینکه با ما این رو به اشتراک گذاشتید. خب بریم سراغ سوالات محلی رحمت. ما توی این بخش از برنامه یه سری سوال می‌پرسیم که با شما و سلیقه و علایقتون بیشتر آشنا بشیم. سوالا معمولا لوکاله، مثلا اینکه کجا رو چرا بیشتر دوست دارید و مثلا کجا خرید می‌کنید و از این حرفا. آره می‌خوام یکم در مورد سبک زندگیتون، لایف استایل و اینا بیشتر بدونیم. هر سوالی پرسیدیم هر کی راحت‌تر بود جواب بده یا میتونیم مشورت کنیم بعد جواب زنگ بزنید. ولی هر کسی که زودتر جواب رو بگه ما میگیم اون نفر دیگه در واقع ادامه. درسته؟ بریم آماده. بگم کاتون همه رو گوی سبقت رو بدوزن. خب آماده. سوال اول رو پرسم. بیشتر اهل فست فود هستین یا غذای خونگی؟ ترجیحمون غذای خونگیه، ولی اگه فرصت چشماتون میگه فست فود. به واسطه کارمون متاسفانه کمی غذای خونگی کمتر شده و بیرون بیشتر غذا درک می‌کنیم. ما هم برای ما آره اینجا کانادا ما فکر کنم 2 سال غذا درست نکردیم یا تو کل 2 سال واقعا در نظر انگشتای دستمون تونستیم. امروز ما از یه جای قوره تهیه کردیم. افسانه جان یعنی قوره رو دید و برداشت. گفتم افسانه چی؟ گفت قوره. گفتم قوره میخواد چی کار کنی؟ گفت برای تو خورشتا. گفتم افسانه میدونی که یه خورشتا وای الان گفتی خواهش می‌کنم یه آیتمی از برنامه شوخی کردم پخش بشه بعد از این صحبت‌های ما که نصرالله چند سال بعده که بعد اصلا میگه خنده چیه، غذا چیه، همه چی میگه این چیه مردم دارن. و اوقات خوش چیه؟ اوقاتی که توش غم و اندوه و درد و این چیزا نباشه. بابا مگه داریم؟ الان که نه، اون موقع داشتیم. بابا این چیه؟
چیه میله توش رد شده نمیدونم. این گوشته بابا، گوشت چیه؟ به قسمتی از بدن گوسفندان و گاوها که میبریدن باش کباب درست میکردن، تو آب گوشت میریختن، چه میدونم خورشی باش درست میکردن. اون موقع اینجوری بوده. عکسشو دیدم تو کتاب تاریخمون. شما گوشت خوردین؟ بله بابا، من گوشت خوردم. من فکر کنم 3 ماه پیش یه دونه تمر هندی دیدم. درست میگم اسمشو؟ بله تمر رب تمر هندی، یعنی بی هسته و اینا گرفتیم که راحت تر گفت دقیقا گفت واسه چی؟ گفتم میخوام قلیه ماهی درست کنم. 3 ماه من دست ندادم به اون تمر هندی، ولی قصدش نیتش رو دارم. درد مشترکی داریم نیت اشکال نداره. خب رستوران مورد علاقتون کجاست؟ اینو دیگه فکر کنم بیشتر از یه دونه باشه. آره رستوران مورد علاقه کتایون میدونه ولی داره نمیگه. خیلی من هست. بگم من نانداس رو دوست دارم. منم عاشق ناندازم. ما مالزی خیلی نانداز میرفتیم، اینجا هم خب هست نانداز اینجا تو کدوم ناندازو میرین؟ همین که سر یانگو. بلدیری که پارتیسی. بس بعد ازتون بپرسم بله. چی سفارش بدیم، چون ما یه بار یه چیزی سفارش دادیم اون رو دوست در نداشتیم. تازگی یه سری منوهای جدید اوکی آورده. پس بله. ما هم سسای نانداز و خیلی سس نانداز ما رستوران ها رو 99% افسانه جان انتخاب میکنه و ما هم یعنی اصلا معلومه بلا که شک. چک بکنید مهلا من یه سری دوستام بهم یه زنگ زدن دایرکتوری سایر رستوران ازدواجمه کجا برم، مثلا یکی میگه گشتمه نمیدونم چی بخورم کجا برم. پس آره، باید یه شیر شما با هم کنیم شیر دیگه. کنین اطلاعات. اصلا یه رستوران گروه یلپ خوبیه من ببخشید اینو بگم، اگر گوگل ریویو خیلی کمک میکنه، یعنی یکی از آیتمایی که تقریبا من 99% همیشه با انتخاب اون می‌کنی انتخاب بر اساس. خیالم راحت بوده گوگل ریویو بوده. خیلی هم عالی. نوبت شما. بله تیم هورتونز یا استارباکس؟ من که استارباکس رو بیشتر دوست دارم. با اینکه کانادایی نیست ولی استارباکس. ولی ولی کانادایی من رو تیم دوست بیت داره. تیم هورتون رو کانادایی. دوست دارم. تیم بیتزا تیم بله بیتزا. خیلی هم عالی. پیاده روی معمولا کجا میرید؟ اگر یک محلی نزدیک خونه قبلیمون بود، اونجا خیلی میرفتیم. اوکی. ولی این خونه جدید دمون انگار تو نیبرهود میریم دیگه، اوکی. در اصل هیچ جا خاص نمیریم. تریلایی که هستن یا. خیلی هم کدوم مرکز خرید یا مال بیشتر مورد علاقتونه؟ من بیبی ویلج رو خیلی دوست دارم بله. و یورک دل مال. این دوتا رو خیلی یورکدل فکر کنم خیلی تکرار شد واقعا پرطرفدارترین. فکر کنم از یورکدل مثلا ترتمیز مرتب‌تر اطراف شهر نیست. خیلی خوبه آره. از همه فکر کنم رنگ یکم داره، نمیدونم حالا تو آنتاریو که فکر میکنم و از اونجایی که ایرانی خیلی. ها معمولا جزو بهترین ها خیلی. میگردن خیلی. یا دنبال بهترین ها میگردن. آره من که اصلا اسما رو بلد نیستم. هر جا خوب باشه و هر جا برید با هم برید. گروسری استور معمولا کجا میرید اگر اینطور اینا باشه؟ بابا من کاسکو. کاسکو. ما یه چیزی داشتیم که هر جایی که کلا مسافرت میریم تو هر شهر حالا که کاسکو وجود داشته باشه بله. اولین مکان کاسکو گردی آره، داشتیم. کاسکو گردی خب داریم. کاسکو هر هفته که میرفت کاسکو، هر هفته حداقل یک بار تفاوتی هم می‌رفتیم. دیدید بین کاسکوها؟ بله. آره شما را بعضیاشون خیلی مرجعی متفاوته. هستید برای اینکه شما آره بگید. خیلی متفاوته. جدا؟ آره مثلا غذاهای کاسکوی امریکا با غذاهای کاسکوی آه، کانادا خیلی خیلی فرق از این متفاوته. هات داگ $1 بود؟ اون هات داگ‌ها هستن. دارن. اونا هستن ولی بقیه‌اش متفاوته. متفاوته. آره. خیلی هم عالی. خیلی هم و خوب. TNT و یه سری از فروشگاه‌های TNT. و ایرانی رو مثلا هم لاپلاس و حالا آره سوپرمارکت آره. ایرانی سوال بعدیمونه. دقیقا بین سوپر ایرانی ها کدوم رو بیشتر دوست دارید یا خرید میکنید؟ پارسیان بیشتر خرید کردیم و گهگداری هیوا هیوا. چون به خب محل زندگی و کارمون نزدیک‌تر. خیلی خوب. و پاتوقتون معمولا کجاست اگر که بخواید وقت بگذرونید؟ حالا به یه جایی غیر که از خیلی زیاد میری. به غیر از خونه. لعیا کافه لعیا کافه. یکی از جاهاییه که خیلی میریم و خیلی فضاشو دوست داریم. هم خود اونرشون رو دوست داریم هم فضاشو. بسیار. آره، اینجا جاییه که بیشتر میریم دیگه. آره جای دیگه هم جایزه هم که وقتی قراره بگیریم مثلا به به. من چون نودل خیلی دوست به. دارم. مجیک نودل. نودل. نام نودل هست. نام نودل. 16 و لزلی. بله بله. آره نرفتیم با هم؟ نه 16 لزلی اونم خوبه. یه دونه اونجا مجیک هست فکر کنم ما رفتیم همون سمت. اینا پشت پمپ بنزین آره 16 و لزلی انگار ساوت بله. ایست میشه. یه دونه ساندویچ اونجا هست بگیم نه شاید اون حالا یکم بعد آره یکم. آره بسیار تو اون پلازای بعدیشه. خیلی هم. حالا الان که به آدرسش نظرم یکم یخ و باز شده و همه میبینم که
به صورت راحت آدرس. و آره آسان کنیم. من آدرس سلمونی هم بعدم باید بگم، نه برای خودم، واسه مهلا جانم. وقتش دیگه بریم سراغ قسمت بازی و هیجان انگیز. برای بازی مینو شادی برمی‌گردیم. که مینو برمی‌گردیم. عالی. خب خیلی عمالی، ما برگشتیم یکم تغییر تحول کردیم، اصلا یکم بیشتر به گیرنده های خودتون دست نزنید. فرستنده از ها رو فرستنده اینجوری داره پخش میشود و اینا داره پخش میشود، خیلی خوبه. خب ما اینجا یک عدد هدفون داریم و یک عددم دست و همکارم این نگاه آشپزی داره. یه تکه کاغذ که هم کلام نوشته شده، ولی این سمت این کاغذ یک سری جملاتی نوشته شده که ما میخوایم در واقع بریم ببینیم که چقدر این پدر و دختر عزیز میتونن همراه گوش کردن آهنگ، یک آهنگ به شدت آره هیجان انگیز و اینا، ببینن این سری جملاتی که مادر خانواده براشون میخونه رو چجوری میتونن حدس بزنن به زبانی دیگه. آره افسانه جون قراره یه سری جمله بخونن که احسان جان و کترین جان با داشتن هدفون بتونن لبخونی کنن و حدس بزنن که این جمله ها چیه. دقیقاً. خب اول من شما بله قطعا بابا شرکت کنن که شما بتونی. آماده. اتفاقا این یاد به درد بگیر. ایشون میخوره این من اجازه جمله. دارم که بگم خب 30 ثانیه هم فرصت دارید اگه صدای منو میشنوید. الان موزیک میشنوید؟ من از صدای شما هیچی نمیشنم، بله، فقط من- همخونی صدای من. خب اگر آماده هستید با شمارش ما من صبر کنید که 30 ثانیه فرصت دارید. آماده؟ 3 2 کسی که لیزر میندازه قطعا توی ورزشگاه. یه بار دیگه دهنتون رو بیشتر باز بیشتر. بستم. کسی که لیزر میندازه قطعا توی ورزشگاهه. ورزشکاره آخرش رو شنیدم، ادامه نشنیدم یعنی کلمه ورزشکاره. بگو. کسی تصیح که تصیح. تایمتون تموم شد. تموم شد تایمتون. چه کار سخت این میدونی چیزی اصلا درش نمی‌ذاره. داریم. نمی‌ذاره کسی که آه، لیزر کسی. میندازه قطعا توی ورزش. مال من راحت رو بگو. بله بریم حتما. سراغ بریم بعدی. جمله بعدی. الان آشنا شدید با این مسابقه این کسی بازی. که ورزش کسی که لیزر میندازه یاد و خاطره استاد کسی جواد ورزش خیابانی. به جامون عوض کنم شما فکر کنم راحته. خب بریم. آره من نکنیم بهتر. بریم بعدی. مادر بزرگ شنل قرمزی. کلمه به کلمه بگو. مادر باید بزرگ بزرگ شنل زندگی قرمزی. قرمزی مادر بزرگ باید مادر بزرگ قرمزی قرمزی. شنل مادر بزرگ زندگی شنل قرمزی. 10 ثانیه. شنل قرمزی مادر. عالی بله. بریم بعدی. بریم بعدی. وای. آماده 3 2 1. کوزه‌گر کوزه. تو لای در کوزه‌گر و و کوزه خر و کوزه فروش. کوزه فروش. بله کوزه‌گر و کوزه خر و کوزه فروش. رباعی خیام. 3 2 1. بارون باهوش با لوله بارون یه بار بارون زمینا تر میشه. بارون زمینا خیسه زمینا تر میشه. زمینا تمیزه. زمینا تر میشه. بارون زمینا تر میشه. بارونه زمینا تر میشه. سخت کارت فکر کنم. خب بریم 3 2 1. پارسال دوست امسال آشنا. پارسال دوست امسال آشنا. پارسال دوست امسال آشنا. بله آسان. پنجمی شد. بله. خیلی عالی مرسی. چنج می‌کنیم الان. خب ببینیم کاتریون چقدر من راحتی سخته. معنیاشو نمیدونستم یا نمیدونم وجود داره چی اشکال میگه تلاش خودت یا تلاش می‌کنی. اگه نشد جا به جا می‌کنیم. خب
موزیک. اوه واو اوکی. آماده 3 2 1. این شبی که میگم شب نیست. دیشب که میگم شب نیست. چطور ممکنه؟ اوکی. خب فکر کنم شما تو خونه از این بازی‌ها تمرین می‌کنید. خب آماده 3 2 1. شما یه قورباغه دهنگشاد. ما اینطوری نمیشه، بعد یک کلمه بگی. شما یه که یه نه شما یه قورباغه دهنگشاد دهن گشاد گشگاه. ندیدی؟ 3 2 1 تمام. شما یه قورباغه دهنگشاد ندیدی؟ ولی خیلی خوب بود. بریم بعدی. آماده؟ وایسا. موزیک. کلمه بگو. آماده 3 2 1. طلا تنها مال پروانه بود. مال آروم بگو. مال پروانه بود. طلا تنها با مال پروانه بود. توی جوی مشکلش بود. 4 3 اوکی دیگه 2 اوکی. اوکی. آماده موزیک. بله 3 2 1. عروسکی چه خوشگل و با نمکی. چشم چه خوشگل بود. چه خوشگل دیده 10 ثانیه. با نمکی. عروسک با نمک بود. قبول میکنیم. و آخریه درسته. آماده 3 2 1. چراغ راهنمایی چه آدمایی راهنمایی چراغ راهنمایی زرد سبز قرمز بود. زرد 4 زرد کرد. 2 1 تمام. خیلی خوب بود. چراغ راهنمایی زرد. مرسی. متشکرم. خیلی خوب بود. من فکر نمی‌کردم حتی بتونه یه دونه شه. خیلی خوب. اولی تو خیلی خوب بودن. آره عالی. چون مرسی از تو شما. لاس وگاس چقدر تکراش کردیم تو ذهنم. چقدر بازی هیجان انگیزی بود. خیلی هیجان. مرسی. همه هم با استعداد بودیم. مثلا از بعد تو خونه می‌بینیم که هدفون میذارن جایشون رو عوض می‌کنن. خیلی خوب بود. مرسی از شما که شرکت کردید تو این. ما توی این بخش از برنامه دوست داریم که یه خاطره ای ازتون بشنویم یا یه داستانی که فکر میکنین جذابه با آدم‌ها شیرش کنین. من خودم هزار تا خاطره دارم که همون اتفاقا قبل از برنامه میخوام مثال بزنم. بچه‌ها دیگه حفظ شدن خاطرهای منو. خاطرهایی که ما توی جمعی میشینین جذاب تعریف میکنین. اونا رو که محاله یادمون. ولی اگه خاطره جذابی دارین خوشحال میشیم که با ما و همراهی همکلام به اشتراک بذارید. والا ما چون بیشتر در سفریم و سفرها رو دوست داریم فکر میکنم بیشتر اتفاقا بیشتر اتفاقاتمون یکی اون قضیه کانادا رو که توی کووید رفتیم، یکی هم اگه میخواین اون جام جهانی میخواستیم بریم برای قطر. قطر؟ آره شما به قطر سفر کردید یا آقا؟ نه ما قطر سفر نکردیم. اتفاقا جالبم هست جریانش. خب ما 9 ماه از این 10 سالی که کانادا زندگی میکنیم و دبی زندگی کردیم به واسطه کار و به اینکه میخواستیم یه مقداری دبی رو هم و امارات رو هم کشف کنیم که شرایطش چگونه است. یعنی 10 ماه دبی زندگی کردیم. وقتی دبی بودیم خب سفرهای مختلف به کشورهای اطراف و نزدیک داشتیم، عمان و کویت و اینها. یه روزی افسانه جان صبح از همون سفرهای هیجانی که یه دفعه بلند شیم بریم یهویی خواستیم بریم قطر. اولایی بود که وارد امارات شده بودیم و افسانه جان استوری کرد جام جهانی 2022
3 هم بود دیگه، همین امسال آره، بودیم دیگه، 23 همین بود. امسال. آره 2023 هم بود هنوز که شروع نشده بود، مثلا درست. 2 هفته مونده بود تا شروع بشه. آره صبح ساعت 4:30 صبح، همیشه هم ما صبح زودیم که به مقصدمون یه کمی زودتر برسیم. منم درایور خوبی هم، خیلی هم خوب. ما از امارات که بخوای به قطر برسی حدود 550-600 کیلومتر اگر اشتباه نکنم، یه مسیر رو باید بری تو خاک عربستان. از اونجا که ما هم پاسپورت ایرانی داشتیم هم پاسپورت کانادایی، خیالمون از بابت ویزا و اینا همیشه راحت بود. حدود 400 کیلومتر اگه اشتباه نکنم رسیدیم به مرز عربستان که بعد از اون خب به قطر خیلی نزدیک بود، ولی چون ماشینمون لیز بود و این اجازه رو نداشتیم که تو خاک عربستان با ماشین لیز وارد شیم. حالا همه جا هم تو شبکه توی پیج آره دیگه شما اعلام کرده بودیم و توی راه آهنگ مخصوص جام جهانی رو می‌ذاشتیم و کلی جو مثلا مسابقات و اینا رو گرفته بودیم تا اینکه رسیدیم به مرز عربستان و به ما گفتن که مدارک ماشین، ما مدارک ماشین رو ارائه کردیم و بعدش هم گفتیم که می‌خوایم بریم جام جهانی. گفتن که بلیتتون کو؟ گفتیم خب هنوز که شروع نشده. دیگه تا هنوز به بلیت نرسیده بود دیگه گفتن که نه شما چون ماشین لیزه اجازه ورود ندارین که بخوان خاک عربستان. میتونستیم بریم تو قطر، اوکی بود، ولی آره از عربستان نمیتونستیم رد بشیم. و چه کردید؟ چی شده؟ خب خیلی دپرس خیلی ناراحت شدیم چون اتفاقا یه 3-4 روزی هم برگردیم. تعطیلی بود تو امارات، هیچ برنامه دیگه‌ای هم نداشتیم و برگشتیم دیگه به افسانه جان که هم میشه برنامه من ریزیاش. گفتم بالاخره باید یه کاری بکنیم، این 2-3 روز نمیشه که اینجوری بخوایم برگردیم. چمدون بستیم، حاضر شدیم و اینها. سرچ کردم، معمولا چون احسانا در حال رانندگی منم سرچ کردم و دیدم که یه هتل یه جزیره خیلی کوچیکی هستش که توش هتله، توش 3 تا هتل، یه جزیره خیلی کوچیکه و 3 تا هتل هم همه زیر یه کمپانی و خلاصه خیلی سریع آنلاین گفتم مثلا اگه این هتل رو بگیریم اوکی. اینا گفت آره حداقلش شب میمونیم و مثلا روزمون رو میگذرونیم. ما هتل رو آنلاین گرفتیم و پولش رو پرداخت کردیم و اومدیم که بریم. نه چون که جزیره بود باید صبر می‌کردیم، انگار فری کشتی میاد. یه فضای خیلی هتل خیلی خاصی هم 3 دقیقه بود مثلا از فریه به خود جای هتل‌ها. بعدش ما با گلف کارت رفتیم چیزمون دام شانسمون هم خونم انگار ویلامون آخر بود. یک ویلا بود که انگار بالاش یک تراستور بود، توش هم 2 تا اتاق خواب داشت. قبلش بگم ما باید توی اتاقی صبر می‌کردیم تا فری کلا در روز 2 بار این رفت آمد داشت. وقتی نشستیم اونجا که گفتیم خب ما رزرویشن داریم و اینا، گفتن اوکی حالا کووید تستتون رو بدید. بعد گفتیم که خب حالا همه دیگه کسی کرونا از تقریبا تموم شده. چون این جزیره یه جزیره خیلی خاص بود، خیلی حیوونا رو دولت انگار امارات اونجا از کشورهای مختلف آورده بودن و اونجا پرورش داده بودن، مثلا زرافه، طاووس، اینا همه رو انگار دستچین کرده بودن و می‌خواستن پرورش بدن که گونه‌های جانوری امارات رو مثلا اونجا چیز کنن. گفتم ما خیلی حساسیم، باید کووید داشته باشه. گفتم من موقع رزرویشن این همچین چیزی رو ندیدم، کسی هم منشن نکرد و گفتم میتونیم برین 2 ساعته بگیرین و احسان جان گفت ولش کن مثلا قسمت نیست ما بذار برگردیم. خیلی من گفتم نه ما باید همش 2 بار پشت سر هم. آره خلاصه که ما دوباره رفتیم امتحان تست دادیم و تو 150 کیلومتر درایو کردیم، رسیدیم به اولین بیمارستان. کووید تست نمیدونم 20 دقیقه‌ای دادیم، باز دوباره آره از این رپید تستا دوباره برگشتیم و نشستیم توی فری و بعد دیگه کم کم همه آدما اومدن، گفتیم که نشستیم دیدیم که یکی مثلا از یه ماه پیش اینجا رو رزرو کرده، یکی نمیدونم فلان، خودمون نمی‌دونیم کجا داریم میریم. آره و دیگه فری اومد و ما رفتیم اونجا و نشستیم. بعد بهمون گفتن که خب این اتاقی که شما رزرو کردیم گویا به مشکل خورد و این اتاق اویلیبل نیستش و بعد ولی هوا هم تقریبا گرم بود. گفتن که شما صبر کنید ما اینجا از شما تیکر میکنیم و کلی تحویلمون گرفتن. آخرش گفتن اشکالی نداره ما یه ویلای خیلی بزرگ نمیدونم وی آی پی فلان داریم، اشکالی نداره شما تو اون بمونین که گفتیم ما اهل وی آی پی نیستیم. ولی ویلا بود، ولی وی آی پی واقعا ویلای بزرگ و خیلی
قشنگ خودش استخر جدا داشت آهو کنار جکوزی هم- پنجره آه، تو آم، بگو، آم، بگو، کسی آم، می‌تونه. یک بیچ هم دقیقا تو حیاتش بود. اوکی. تراس هم بالا داشت، 2 تا اتاق داشت، جکوزی هم داشت. انگار همه چی داشت، انگار یه خونه خود استخر جدا تو بود. تو خود ویلا هم استخر برای تو من داره. یه خودش طوری یه بود که هتل ما بود. صبح که از خواب بیدار شدیم خونه بود. پنجره رو من کشیدم بالا دیدم که آهو و طاووس به فاصله مثلا 2 متر پشت پنجره. جزیره بنیاس که ما بعدها به هر کسی میگفتیم مثلا پیشنهاد بدین که ما تو دبی کجا بریم، اولین جایی که میگفتن جزیره بنیاس رو رفتیم مثلا خب خیلی مثلا خیلی چیز بود دیگه، خیلی قضیه یه جای دریم در واقع. بعدش چیز بود، روز بعدش یک سفاری بود، اون سفاریش هم خیلی باحال بود. حالا من یه نکته ای هم بهتون بگم، اونجا رو ما 1000 درهم که حدود $300 میشه همون شب انگار رزرو کردیم. بعد انقدر که بهمون خوش گذشت گفتیم ما اگه یه شب دیگه بخوایم بمونیم، معمولا به هتل‌ها بخوای بگی یه شب دیگه بمونیم یه 20% 30% به تخفیف میدن، میگن بمون دیگه چون کلینینگ نداره اینا. گفت چون این ویلامون خیلی خاصه قیمت واقعیش 9500 9500 درهمه، ولی ما به شما 8500 درهم، حدود $3000. یعنی ما اون اتاقه رو رزرو کرده بودیم $300، این ویلا رو بهمون داده بودن. یک صفر اضافه کنیم. یه صفر. کارگر به حکمت ببندد. بله واقعا، بله در زحمت به رحمت در و باران رحمت رحمت شما درست باز برای شد ما و خیلی و واقعا این ولی آقا سفر بعداً به استثنا. قطر یه سفری وحید پیگیری میکنه ها. قطر رو زنگ با هم می‌زنه، میریم وحید تمام انشالله. دیگه. ما توی همکلام یه قسمتی داریم به اسم همکلام پلاس. یعنی ما که فقط به این بسنده نمی‌کنیم که شما تشریف آوردید، اینقدر تجارب مختلف سفر رو تازه باید بعداً با هم دیگه بیشتر صحبت کنیم. الان صحبتمون گل انداخته ولی خب اینو ما ادامهش میدیم. اگر اینکه موافق باشید و این اجازه رو بدید، ما با گروه در واقع همکلام یه روزی باهاتون هماهنگ می‌کنیم، میایم همکلام پلاس رو این دفعه ما میایم همراه شما. اگر اینکه دوست داشتید نمیدونم یه روزی یه برشی از در واقع زندگی شما رو بتونیم داشته باشیم. اگر با 30 تا خرگوش باشه یا آره ببینیم تا اون موقع چند تا خرگوش دیگه. آره بعد دوباره میتونه سگ باشه. اگر به دفتر کارتون دوست داشتید سری بزنیم یا به هر شکلی اگر موافق باشید این رو ما میتونیم خوشحال میشیم. بله حتما. پس سفر قطر اون موقع با هم وحید پیگیری میکنه ها. شما فکر میکنید ما یکی از مهمونای دیگه‌مون یه چیزی صحبت کردیم برای اینکه بهش ثابت کنیم، بعد برنامه‌اش عکس فرستادیم ببین ما داریم این کارو انجام ما از میدیم. اینجور برای ما خانواده پیگیری میکنیم. عالی خوبه. مرسی ازتون که امروز همراهمون بودین، وقت گذاشتین. میدونم که مرسی از همه عزیزانی که لطف میکنن و مرسی از مخاطبین شما که بالاخره وقت دارن میذارن و نگاه میکنن این برنامه رو و امیدوارم براشون مفید واقع شده باشه. دقیقاً ما خیلی از مهمونای عزیزی که وقتشون رو میذارن و اینجا با هم صحبت میکنیم زندگی‌های پرمشغله‌ای دارن که ما خیلی سخت هممون تلاش میکنیم که بتونیم این تایمر رو ایجاد بکنیم که این برنامه رو در واقع تولید بکنیم و داستان زندگی افراد تاثیرگذار شهرمون رو با هم دیگه به اشتراک بذاریم و ببینیم. خوشحالیم که در اینجا همراهمون بودین. بازم مرسی از شما که امروز رو در اختیار ما قرار دادین و وحید اگر صحبتی نداری؟ نه دیگه فکر می‌کنم صحبت‌های بیشتر رو بذاریم برای همکلام پلاس و اینکه من می‌خواستم مجدد یادآوری بکنم که ما رو به دوستاتون حتما معرفی بکنید، ما رو لایک، سابسکرایب بکنید که کمکمون میکنه حتما که بتونیم همکلام رو ادامه بدیم. پس اگر موافق باشید تا یک قسمت دیگه از همکلام بدرود.